نام من رایان است. از منینای فیلیپین هستم و در 16 مارچ همین سال مسلمان شدم. پس تازه وارد هستم و در اسلام مثل یک کودک می باشم. در فیلیپین اکثریت فکر میکنند که مسلمان ها خوب نیستن به خاطر جنگ های متعدد و به خاطر جنگی که در قسمت از فیلیپین می باشد. تروریست ها در آنجا هستند و آنها خودشان را عبدالسیاف میگن، یعنی تصویر اسلام خوب نمی باشد. اما وقتی که با مسلمان های زیادی ملاقات کردم، با هم نزدیک شدیم و صحبت کردیم، دوست ما شدن، ذهنیت مرا تغییر دادن. با مرور زمان درباره اسلام یاد گرفتم، فیلم های زیادی را دیدم، موارد زیادی را درباره اسلام، مسلمان های خوب مطالعه کردم. به همین خاطر احساس کردم که این چیزی است که من میخوایم. وظیفه بسیار خوبی در دبی دارم. تشکر خدایا، تشکر به خاطر این که وظیفه خوبی دارم. اما باز هم در زندگی خوب بسیار احساسی کمبودی میکنم. یقینا از خود سوال میکردم که آیا من واقعا آماده هستم؟ آیا من انجام دادم میتونم کارهایی را که یک مسلمان خوب انجام میدهد و از قواعد اسلامی پیروی میکند؟ بعد از مسلمان شدن نسبت به دوران عیسویت یقینا زیاد تغییر کردم. از کارهای خرد شروع کردم، از ساده ترین کارها، مثلا نوشیدن، خوردن گوشت خوک. از دوران جوانی حتی پیش از آن شراب می نوشیدم. برایم یک کاری عادی بودند و همیشه آنها را انجام میدادم. هر هفته روزهای رخصتی به رقص خانه میرفتم. روحاً درست است که قبول میکنم. آیا در جهان مادی آماده هستم که بپذیرم؟ آیا میتونم که کارهای درست را انجام بدم قسمی که اسلام گفته است؟ این سوالی بود که من از خود میپرسیدم. خب در نهایت گفتم بله، بسیار ساده، بله، ما آماده هستم. از روزی که کلمه شهاده را خواندم تا به امروز کارهایی که درست است انجام میدم، کارهایی را که اسلام یاد داده است، و من خوشحال هستم. تشکر خدایا، تشکر. فقط نیاز است که قلباً بپذیرید. چیزهای دیگر خودنمایی است، کلاه، لباس و ریش. قلباً پیروی کنین. جای اسلام در قلب است. مظاهر و چیزهای مادی کار ندارد.